این ماشین بارکش در راه ویرانه و ولنگار جماعت سر چشمه با احتیاط حرکت میکند. همه راه ویران شده و از اسفالت زمان شوروی چیزی باقی نمانده است. به برخی منطقه ها آب آمده راه را خطرناک کرده است. در هر نشست مطبوعاتی خبرنگاران از مسئله بازسازی این راه پرسان میشوند. رئیس ناحیه چند سال باز وعده آمادگی لایحه بازسازی آن را میدهد. میبخشید از دهه توگره که ناحیه وسه شروع به جماعت دیوتی سرچشمه، از جماعت دیوتی سرچشمه به جماعت دیوتی چگان و مرکز ناحیه شمسدین شاهین همین لایحه از جانب محترم پیشوای معظم ملت پر را دستگیری یافت. حتی خود رئیس اقرار میکند که با وجود آماده بودن لایحه از زمان آغاز بازسازی اطلاعی ندارد. او میگوید هر سال با بودجه کم راه موجوده را تعمیر میکنند، اما برای بازسازی کامل راه مبلغ کلان صرف نخواهد شد. برای زیادتر صرف کردن در حدودم فکر میکنم که قدر ضرورت هم نیست، به خاطر که راه از نوسازی میشود. جماعت سریچشمه از مرکز ناحیه 10 کیلومتر دور است. ساکنان این جماعت برای رسیدن به مرکز ناحیه از واسه و کلاب میگذرند. باران و سیل‌های سال‌های اخیر اکثر راه را تخریب کرده است. مسافران و رانندگان در راه این جماعت با احتیاط رفت آمد میکنند. این جماعت یکی از جماعت‌های بزرگ ناحیه شمسدین شاهین به حساب رفته هممرز با افغانستان است. راه این جماعت هم علاهیده بوده از حدود ناحیه واسه گذر میکند، اما راه اساسی این ناحیه سالها باز تعمیر اساسی را ندیده است. حالا برای 13,000 نفر اهالی این جماعت کلانترین ناحیه شاهین راه اساسی همین است. حکومت محلی امید به لایحه بسته است و انتظار بازسازی می باشد.